بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت دانش آموزان محترم، با بحث گرامری که درخواست تعدادی از دانش آموزان بود در خدمت شما هستم در مورد نحوه درست کردن سوال با WH که در نکته اول یک جمله رو انتخاب میکنیم. Is she at home؟ در جمله سوالی نقش هر کلمه را مشخص میکنیم تا متوجه بشیم که از چه W توانیم استفاده کنیم. کلمه is و she و at home به صورت تفکیک و جدا شده نوشته شد برای تعیین کردن نقش های کلمه که is فعل کمکی، she فاعل، at حرف اضافه مکان و home به عنوان قید مکان در نظر گرفته شده در این جمله. از WH می توانیم استفاده کنیم که جوابش در سوال وجود داشته باشه، یعنی برای she و برای home. حتما مهمه این رو دقت بگیرید. اگر شی را بخوایم مورد سوال قرار بدیم باید ابتدا شی رو حذف کنیم و سپس هو را در ابتدای جمله اضافه بکنیم. توضیحات بیشتر را دقت بکنید که در اسلاید بعدی مشاهده میکنید. Is she at home نوشته میشه و معنیش هست او خانم در خانه. کلمه شی انتخاب میشه و در WH ها برای اینکه شی رو سوالی بکنیم کلمه مورد نظر ما یا WH مورد نظر ما کلمه هو خواهد بود که این کلمه هو WH هست شناخته میشه و به معنی چه کسی خواهد بود. در این حالت کلمه شی رو مجدد انتخاب کرده و حذف میکنیم. باقی مانده جمله کلمه is at home هستش که هست در خانه. معنیش هست که جمله ناقصه. is at home رو مجددا نوشته و WH مورد نظر رو به ابتداش اضافه میکنیم تا معنی این جمله کامل و به صورت چه کسی هست در خانه و سوال who is at home خواهد بود. خب سوال به نظر شما تمام سوالات را میتوان با این روش سوالی کرد؟ اگر تمرین داشته باشید میتوانید جواب این سوال رو به دست بیارید. نکته بعدی، اگر at home را بخوایم مورد سوال قرار بدیم باید ابتدا at home را حذف کنیم و سپس where را در ابتدای جمله اضافه بکنیم. WH مورد نظر کلمه where خواهد. به صورت زیر عمل میکنیم. is she at home میشه هست او خانم در خانه. از بین WH ها و خود سوال کلمه at home که مکان هست انتخاب میشه. کلمه where در بین WH ها انتخاب که معنی کجا و at home هست. is she باقی مانده معنیش میشه هست او خانم. حالا WH مورد نظر به ابتدای جمله اضافه میشه where is she یعنی کجا هست او خانم. خب تمرینات بیشتر برای شما طراحی شده که میتونید اونها رو در خود تمرین بکنید و در صورت داشتن هر گونه سوالی یا ابهامی تو کلاس از بنده بپرسید تا به جوابش برسید. دانش آموزان محترم خیلی مهمه دقت بکنید. حتما باید قید مکان یا اون فاعل هر کدوم که از هست میشه فاعل مربوط به اون رو جایگزین بکنید و حتما در ابتدای جمله سوالاتی که مشاهده میکنید میتونید بهش بپردازید. حالا به نظر شما در هر سوال کدام قسمت ها را میتوان حذف کنیم و به جای آن از چه WH هایی میتوانیم استفاده کنیم و به نظر شما به صورت کلی چند سوال میتوانیم از هر سوال پیدا کرده و درست کنیم. دانش آموزان عزیز بحث زبان و گرامر توی مرحله به پایان رسید. امیدوارم که برای شما مفید واقع شده باشه. موفق و مؤید باشید.